در قزاقستان، قرقیزستان به هر شکل این اشتباهی تاریخی اصلاح شده ایستاده است، بخصوص در ازبکستان همسایه ما که با ما هم تاریخ، هم فرهنگ و هم تقدیر بودند. ما با برادران ازبک در زمانش در چارچوب دولت‌های مشترک زندگی می‌کردیم، چی در زمان سامانیان، چی در زمان غزنویان، سلجوقی‌ها. ما در یک دولت مشترک بودیم و چی شد که این برادران و همسایه‌های ازبک ما به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به استقلالیت ملی اینها باید بیان این اشتباهی تاریخی را که دشمنان استقلالیت ما بالای این مبارزین تهمت کردند و آنها را بازمچی ماندند، این را قبول کنند، بلکه آنها ما گفتن نه، این اشتباهی تاریخی باید اصلاح شود. چون در تمام دنیا در هر کجایی که استثمار بود، اکوپاسیا بود، دولت‌های ملی بعداً آمدند اکوپانت را اکوپانت نامگذاری کردند، استثمارگر را استثمارگر نامگذاری کردند، مبارز را مبارز نامگذاری کردند.